بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه بعد از اینکه درباره ایمان آوردن به الله تعالی و ایمان آوردن به کتاب‌های الله تعالی از جمله قرآن سخن کردند، درباره ایمان آوردن به روز آخرت سخن کردند که در صحبت گذشته جمله های را از آن شرح و معنا گفته بودیم و در دوامش شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که وله صلی الله علیه و سلم فی القیامة ثلاث شفاعات، و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در قیامت سه شفاعت دارند. قیامت برای آن قیامت نامیده شد که لأن الناس یقومون فیها لرب العالمین، چون که مردم روز قیامت به پروردگار عالم قیام میکنن یعنی راست می ایستند. این یعنی وقتی که اسرافیل علیه السلام به صور مراتبه دوم وقتی که پوف میکند، نفخ میکند، چطوری که الله تعالی در سوره زمر نقل میکند و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. و نفخ فی الصور، به صور دم انداخته می شود، یعنی اسرافیل پوف می کند. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام آنهایی که در آسمان ها هست و در زمین ها هست همه بیهوش می شوند، یعنی وفات می کنند. الا من شاء الله، غیر آنهایی که الله تعالی استثناء کرد، یعنی وفات آنها را نخواست، مانند خود اسرافیل، مانند ملک الموت. الا من شاء الله، غیر آنهایی که الله تعالی آنها را استثناء کرد. ثم نفخ فیه اخرى، این نفخ دوم است. ثم نفخ فیه اخرى یعنی مراتبه دوم به صور پوف کرده می شود، نفخ انداخته می شود، دم انداخته می شود. این بعد اینکه نفخ یکم تمام موجودات و مخلوقاتی که در روی زمین هستند همه هلاک می شوند. بعد از این مدت می گذرد، بعد الله سبحانه و تعالی امر می کند حضرت اسرافیل را که بار دوم پوف کنند. وقتی که بار دوم دم می اندازند ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، ناگاه مردم همه از جا برخیستگی هستند. ینظرون، نظر میکنند. در دیگر جا آمده است که چشمهاشون از کاسه خانه هاش برآمدگی هست، از ترس و از دهشت روز قیامت. روز قیامت پیامبر صلی الله علیه وسلم سه شفاعت ها دارند. شفاعت از کلمه شفعون گرفته شده است. ویتر طاق است، شفع جفت است. و الشفع والوتر، الله سبحانه و تعالی قسم خورد، قسم به شفع و قسم به ویتر، یعنی قسم به گفتند ویتر مراد الله تعالی هست و از کلمه شفع دیگر باقی مانده مخلوقات است که آنها جفت هستند. برای چی شفاعت از کلمه جفت گرفته شده است؟ و برای آنکه مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق یکی از امتاشون شفاعت میکنه، یعنی از الله تعالی میپرسند که الله تعالی همین بنده را مغفرت کند، رحم کند. و شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم سه شفاعت ها هست گفتند. اما شفاعت الاولى
اما شفاعت یکم باشد فیشفع فی اهل الموقف حتی یقضى بینهم بعد ان یتراجع الانبیاء. شفاعت یکم این شفاعت کبرا نام دارد. این همون مقام محمودی که تمام اولین و آخرین یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم هوس میبرند. مقام محمود، بهترین مقام. تمام مخلوقات یعنی به نزد آدم رفتند، به نزد نوح، خیلی که شیخ نقل کردن بعد اینکه بین پیغمبرها مردم رفت و آمد کردن، آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، یعنی نزد آدم میرن که آدم الله تعالی تو رو با دستش آفریده است، تو اولین پدر انسانیت هستی، الله تعالی را بگو که بین ما حکم کند. 500 سال راست استادن. حضرت آدم میگن که من فرمان پروردگار را اجرا نکردم، به نزد نوح روید. حضرت نوح هم میگن من دعای بد کرده هستم، به نزد ابراهیم روید علیه السلام. حضرت ابراهیم هم میگن من دروغ گفته هستم. یکی همه این عذرهایی که میگن اینا معذور بودن، ولی ترس پیغمبرها واقعا از ترس دیگرها فرق میکند. و حضرت موسی به نزدشان میرن و حضرت عیسی. خلاصه حضرت عیسی میگن که به نزد محمد علیه السلام روید، او سزاوار این عمل است. بعد الشفاعت حتی تنتهی الیه، یعنی شفاعت آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم می ایستد، یعنی انا لها میگن، یعنی من هستم سزاوار این شفاعت. بعد به نزد عرش می روند و سجده می کنند و از الله تعالی می پرسند با آن حمد و ثناهایی که امروز نمیتونم با آنها دعا کرده گفتم. این شفاعت کبرا هست و این شفاعت خاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. دیگر کسی این گونه شفاعت را نمیتواند. و اما شفاعت الثانیه، اما شفاعت دوم که اینم خاص است، فیشفع فی اهل الجنه ان يدخلوا الجنه، به اهل جنت شفاعت میکنند که به جنت درآیند. اینم مقام عظیم است. همه پیغمبرها، همه صالحین به نزد در جنت آمدگی هستند و در جنت پوشیده هست، کسی نمیتواند وارد بهشت شود. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنند که در بهشت گشاده شود و مردم درآیند. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و هاتان الشفاعتان خاصتان له، و این دو شفاعت خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و یک شفاعت خاص دیگر هم دارند، شیخ در اینجا ذکر نکردن ولی در دیگر کتابهاشان ذکر کردگی هستند که آن هم باشد شفاعت خاص به عمکشان ابو طالب است، که این شفاعت خاص حساب می شود. خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است. عباس عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، عباس ابن عبدالمطلب میگوید که یا رسول الله ما اغنیت عن عمک فانه کان یحوتک و یغضب لک. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای عمکتان چی فایده رسانیدید؟ از او چی به حاجتی کردید؟ برای آنکه یحوتک، ابو طالب شما را محافظت میکرد، و یغضب لک، برای شما غضب میکرد. یعنی یگان کسی به پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر سخنی بد یا یگان رفتاری بد کردنی باشد، ابو طالب نهی میکرد، ابو طالب پیش آن را میگرفت. بنابراین گفتند که چی فایده به ابو طالب عمک خود رسانیدید؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هو فی ضحضاح من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. او یعنی ابو طالب الان در بالای جهنم است، یعنی در روی دوزخ است، و اگر من نمی شدم در پایان ترین درکه دوزخ بود. یعنی این شفاعت خاص است. اینم اصلا برای کافرها شفاعت نیست، برای یگان کافر، یگان مشرک از بدایت خلق
از زمان حضرت آدم علیه السلام تا نهایت به یگان مشرک، به یگان کافر شفاعت نیست غیر ابو طالب. یگانه شخصیتی که به شفاعت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفتار می شود این ابو طالب است و آن هم فقط از دوزخ نمی براید. چخیلگی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند در زیر قدم هایش دو لخچه گذاشته می شود، یغلی منهما دماغه، از گرمی آن دو لخچه دماغش می جوشد. گفتند آبهایی که در سرش است می جوشد، لیکن پوستهاش دیگر جاهاش نمی سوزد. این برای آنکه خدمت به این دین مقدس اسلام کرد، برای آنکه خدمت به این پیغمبر علیه السلام کرد، دفاع از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد، پشتیبان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. حتی سالی که گذشت، حتی میگویند که حضرت خدیجه رضی الله عنها و ابو طالب در مدت 3 روز گذشتند و بعد اینکه اینها گذشتند بعضی مورخان سالها را سال عام الحزن اعلام کردند، سال غمگینی. و اگرچه بعضی علما این را رد میکنند، واقعا به پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات ابو طالب و وفات خدیجه رضی الله عنه وزنین فرآمد، برای آنکه وقتی که به کوچه می برآمدند پشتیبان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد الله تعالی عمکشان ابو طالب بود. وقتی که به خانه با غم و غصه با بعض مشکلی ها برمیگشتند، حضرت خدیجه رضی الله عنها با قلب کشاد و با اخلاق زیبا پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیشواز می گرفت. بنابراین حضرت جبریل گفتند که به نزد تو خدیجه آمده ایستاده است، برای او از نام الله تعالی و از نام من سلام برسان. ابن القیم رحمت الله علیه گفتند که این فضیلت به یگان زن دنیا ثابت نشده از غیر حضرت خدیجه که الله تعالی سلام فرستاده باشد برایش. به حضرت عایشه جبرائیل علیه السلام سلام گفتند، لیکن به حضرت خدیجه الله تعالی سلام گفت و حضرت جبریل علیه السلام سلام گفتند و گفتند که بشرها، حضرت خدیجه را به یک خانه در جنت بشارت ده که در آن خانه آوازی بلند نیست و در آن خانه مشقت نیست و در آن خانه تشویش نیست، حالان که در تمام خانه های جنت آوازی بلندی تشویش دهنده و تشویش نیست. لیکن برای آن کس میگویند که یگان ذره پیامبر صلی الله علیه و سلم را در حیاتش طبع پیامبر صلی الله علیه و سلم را میده ترین ناخوش نکرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتب از حضرت خدیجه نوگ سوزن بر این غمگین یا خفه یا ناراضی نبودند. بنابراین پیش از خدیجه هم زن نگرفتند. در زمانی که خدیجه را گرفتند بر بالای خدیجه یگان زن نگرفتند، نه کنیز گرفتند و نه در این باره سخن کردند. حتی وقتی که خدیجه رضی الله عنها در سن 67 سالگی از دنیا گذشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی از 50 گذشته بودند، بعد از آن به عائله دار شدن به دیگر زنها شروع کردند. تا این دم جناب رسول الله یگان همسر نداشتند و حضرت خدیجه را هم در سن 25 سالگی خانه دار شدند و حالا که خدیجه 40 ساله بود. پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم به 2 نفر شوهر کرده بود. زنی از خود کلام بود، لیکن عاقل ترین زنهای دنیا و بزرگترین زنهای دنیا بود. بنابراین قول صحیح این است که بهترین زن در دنیا حضرت خدیجه رضی الله عنها است. بنابراین نام دخترها، نام نبیرها، نام خویش و تبار و آنهایی که توصیه می‌پرسند آنها را خدیجه گذارید، تا اینکه به این زنی بزرگوار اقتدا کند که بعضی عالمان در اختلاف مسئله عایشه بهتر یا فاطمه بهتر یا خدیجه بهتر یا مریم و آسیه و مثلا دیگر زنها اختلاف کردند.
حافظ ابن حجر در فتح الباری حدیثی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که از حضرت عایشه رضی الله عنها وارد شده است. حضرت عایشه روزی گفتن که یا رسول الله این قدر آن زنی که دهانش سرخ بود، یعنی یک کمپیری که دندان نداشت، آن ثنای و تعریف گفتید، در حقیقت الله تعالی برای شما از او بهترش را آخر عوض داد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سخن عایشه رد گردانیدن: لا ما عوضنی الله خیرا منها، لا والله، نه قسم به نام الله تعالی، الله از خدیجه بهترش را عوض نداده است. قسم به نام الله، الله از خدیجه بهترش را برای من عوض نداده است. قسم به نام الله، الله تعالی از خدیجه بهترش را عوض نداده است. گفتن حافظ ابن حجر گفتن که انا همین حدیث نص است در مقابل خلاف، دیگه حاجت خلاف ذکر کردن نه، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با لفظی صریح گفتن که الله از خدیجه بهترش عوض نداد. گفتن خلاصه این خاص به ابو طالب بود، شفاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که عموم مشرک ها شفاعت کرده نمی شود غیر ابو طالب که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را از قعر دوزخ به سطح دوزخ برآوردند. و اما شفاعت الثالثه فیشفع فی من استحق النار، اما شفاعت سیوم باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه در حق آن آدمایی که سزاوار دوزخ شدند، حکمی به دوزخ گرفتند، حکمشون برآمد که آنها دوزخی هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه که ندر آید اینها. و هذه شفاعت له ولسائر النبیین و صدیقین و غیرهم، این شفاعت هم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم است و هم برای دیگر پیغمبرها، یعنی دیگر پیغمبرها و دیگر صدیقها، علما، بزرگان می توانند به یگان نفر دیگر از مسلمان ها شفاعت کنند. این نوع شفاعت را، یعنی این خاص و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. یشفع فی من استحق النار الا یدخلها، آن آدم هایی که سزاوار دوزخ شدند آنها را برای ندر آمدن شفاعت میکنن. پروردگارا تو فلانی را به آتش دوزخ حکم کردی، یعنی از تو التجا میکنیم که همین را مغفرت کنو وارد بهشت گردم. و یشفع فی من دخلها ان یخرج منها، و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنند برای آن آدم هایی که به آتش دوزخ در آمده است برای برآمدن. و بعض علما 8 شفاعت را ذکر کردم، 8 نوع شفاعت را. یکمینش این خاصی به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، شفاعت کبرا هست که اهل موقف را شفاعت میکنند که الله تعالی حساب و کتاب را شروع کند. دومین شفاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به اهل جنت وقتی که نزد جنت آمدند و برای گشاده شدن دری جنت شفاعت میکنند که اینم خاصی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. سومین شفاعتشان به عمکشان ابو طالب که این 3 شفاعت ها خاص است. چهارمینش شفاعتشان در حق آن آدمی که سزاوار دوزخ شده است از گناهکارهای موحدها تا اینکه ندرآیند. پنجمینش آن آدم هایی که در آمدن از گناهکارهای موحدین تا اینکه برآیند، یعنی آنها در دوزخ هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنند که پروردگار آنها را عفو کنو از آتش دوزخ برآر. ششمینش درباره بلند برداشتن مرتبه اهل جنت با مقام بلندتر. جنت 100 درجه دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که جنت 100 درجه دارد، از همه درجه بلندش فردوس است که در آن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. نسأل الله من فضله، از فضل الله تعالی میپرسیم. و در بالای فردوس بعد عرش پروردگار است، یعنی جنت فردوس از همه بلندترین مقام جنت است. دیگر جنت ها در پایانتر هست، 100 درجه هست. بعضی انسان هایی که در درجه پایانترینی جنت هستند پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را شفاعت میکنند که به درجه بالاتر برآورده شوند. حالا بسیار آدم ها میگن که همین جنت درآییم بس است، و این خلافی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. گفتن که اذا سألتم الجنة فاسألوها الفردوس، اگر شما از الله تعالی جنت بپرسید فردوس آن را بپرسید. خلاصه
این ششمین شفاعت است. هفتمینش فی من استوت حسناتهم و سیئاتهم. و بعضی آدم ها گناهاشون و ثوابهاشون برابر می شود. برای همین ها الله تعالی را شفاعت میکنند که به جنت درآیند. این به یک قول است. هشتمینش فی دخول بعض المؤمنین الجنه بلا حساب ولا عذاب. بعضی مؤمن ها پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را شفاعت میکنند که به حساب و کتاب درآید. یعنی برای به حساب و به کتاب در آمدن کمتر مرتبهش نمیرسد، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنند که پروردگارا فلانی را هم از جمله آن شخصیت هایی که به حساب و به کتاب واردی بهشت میشد از جمله آنها گردان. با نام های پاکش و صفات های عالیش میپرسیم که از جمله چنین شخصان بگرداند. خب بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که و یخرج الله من النار اقواما بغیر شفاعه بل بفضله و رحمته. و الله تعالی از آتش دوزخ یک قوم های را بدون شفاعت بیرون میکند، به شفاعت، بلکه با فضل و با مهربانیش جل جلاله و تقدست اسماؤه. الله تعالی میگوید که شفاعت الملائکه، فرشته ها شفاعت کردند، و شفاعت النبیون، پیغمبرها شفاعت کردند، و شفاع المؤمنون، مؤمن ها شفاعت کردند. ولم یبق الا ارحم الراحمین، دیگه کسی نماند که شفاعت کند غیر مهربان ترین مهربانان. بعد الله سبحانه و تعالی فیقبض قبضة من النار، یک قبضه میکنه از آتش دوزخ، قبضه که به عظمت و جلالت خود مناسب است. فیخرج قوما لم یعملوا خیرا قط، از آتش دوزخ یک گروه آدم های رو میبرارد که کاری خیر نکردند. قد عادوا، در حقیقت آنها مانند انگشت سوخته شده بودند، در یک دریای شستشو کرده میشوند و آنها گشته میسبزند. چه خیلی که دانه ها در اطراف سیل میسبزد، چه خیلی که این در صحیح بخاری این حدیث وسیع‌تر آمدگی هست. الله سبحانه و تعالی بعد شفاعت کننده ها با فضل و کرمش و با رحمتش که بی نهایت وسیع است، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی من تمام چیز را فرا گرفته است گفت. بعض مخلوقات را از آتش دوزخ میبرد. و یبقى فی الجنة فضل، در جنت فضل میماند، یعنی جای خالگی. شما تصور کنید آن آدمی که از دوزخ از همه آخر میبراید، بعد اینکه چندین سالها سوخت، از همه انسان مسلمانی که در دوزخ بسیار میسوزد همین بنده است که در صحیح بخاری قصه اش را پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند. دیگرها مثلا یک روز، دو روز، 100 روز، 1000 روز، یک ماه، یک سال چشیدند، به قدر گناهشون برآمدند، یا به شفاعت کننده یا به رحمت ارحم الراحمین برآمدند، به جنت در آمدند. این آدم به قول مردم زندان زوناک شیشت، یعنی نه به شفاعت کننده ها موافقت، یگان عفو تغری نگرفت، به نهایت گناهش بسیار بود، نه به مهربانی الله تعالی موافقت کرد، نه به شفاعت کننده ها، مگر با رحمت الله سبحانه و تعالی در آخر. این آدم به تمام گناهایش سوخت، بعد از آتش دوزخ برآورده می شود. وقتی که از آتش دوزخ می براید، الله تعالی برای او 10 مراتب ملک دنیا رو می دهد. از ببینید دنیا چقدر پول و مال دارد، چقدر کنز و ذخیره ها هست. طلاهای حال یک دولت شما بینید ذخیره هایی که کرده است و آن که هم با نمایش گذاشته است، پنهانی با سر دولتی چقدر طلا دارد و چقدر نفت دارد و چقدر نقره دارد و چقدر بایگری ها از دیگر سنگ های و از دیگر قیمت بها کاغذ های دیگر و دیگر
از کنزهای و دیگر از زمین و از مال و ملک و این چیزایی که در دنیا هست و وسیعی دنیا را هم بینید. در دنیا بسیار جاهایی هست که قدمهای انسانیت نرسیده است، حالا هم که از 3 قسم زمین عبارت از آب است. یک قسم زمین یعنی با وجود کوه‌های و با وجود بیابان‌های و با وجود زمین‌های وسیعی که حال قدم‌های آدم‌ها نرسیده است، در همین 8 میلیارد آدم الان زندگی دارد. این ملک دنیا به نهایت وسیع است. 10 مراتبه ملک دنیا به یک شخص دوزخی که این قدر سالها در دوزخ سوخته است داده میشه. شما که تصور کنید آنهایی که به حساب و کتاب به جنت در آمدن چقدر باشد ملک آنها. بنابراین جنت بی نهایت وسیع است. و یبقى فی الجنة فضل، در جنت جای اضافگی بی نهایت زیاد میماند. وقتی که پیغمبرها در آمدن، آنهایی که به حساب و کتاب در آمدن، آنهایی که به شفاعت کننده ها گرفتار شدند، آنها وقتی که به جنت در آمدن همه در آمده شد، در جنت جای اضافگی بی نهایت زیاد میماند. جای بسیار از آدم نیست. بعد الله سبحانه و تعالی فینشئ الله لها اقواما، بعض قوم ها را به اهل جنت پیدا میکند، یعنی از آنها از دوزخ میگیرد و به رحمت خود وارد بهشت میکند. فیدخلهم الجنه، آنها را به بهشت میدارد. و اصناف ما تتضمنه الدار الاخره من الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار وتفاصيل ذلك مذكوره في الكتب المنزله من السماء. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که بعد و صنف هایی که خانه آخرت در بر گرفته است، آخرت برای آن آخرت نامیده شد که وای اخر عن الدنیا، از دنیا به دیر گذاشته شد. یعنی اول دنیا می بیاید، بنابراین اولا نامیده می شد. دنیا یکی از نامهاش اولا هست، یعنی اول دنیا می آید بعد آخرت، یعنی آخرت بعد دنیا می آید. آن صنف هایی که حیات آخرت، حولی آخرت در بر می گیرد، از جمله حساب و کتاب، ثواب و عقاب یعنی مکافات و جزای و عذاب، جنت و دوزخ و تفصیل های آن، به تفصیل به پررگی مسئله های این ذکر شده است در قرآن های، در کتاب هایی که از آسمان آمده است، از جمله در قرآن و تورات. تورات کتابی است که به قرآن گاها قیاس کرده می شود، برای آنکه بزرگترین کتاب بعد قرآن کریم تورات است. و در کتاب هایی که از آسمان آمده است درباره قیامت بسیار به تفصیل معلومات آمده است. والآثار من العلم المأثور عن الانبیاء، این چنین اثرهایی که از پیغمبرها برای ما رسیده آمده است. فی العلم الموروث عن محمد صلی الله علیه و سلم من ذلك ما یشفی و یکفی، آن حدیث هایی که از جناب محمد صلی الله علیه و سلم و میراث برای ما آمده است همین قدر زیاد است که یشفی و یکفی، به تمام دردها شفا هست و به تمام سوالها کفایه هست. جهل هم نادانی هست، چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انما شفاء العی السؤال، شفای نادانی سوال است. گفتم شفای نادانی سوال است، یعنی نادانی درد است، شفاش سوال است. بنابراین شیخ الاسلام ما یشفی گفتن هر یک سوالی که شما دارید یا هر یک مسئله که درباره قیامت و درباره حیات آخرت نمیدانید، به جهل شما، به نادانی شما شفا است در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و یکفی کفایه کننده حدیث ها هست که همه چیز را در بر گرفته. فمن ابتغاه وجده، کسی که اگر خواهد آن حدیث ها را در کتاب های حدیث میابد، از جمله در صحیح بخاری و در صحیح مسلم. این بود درباره حیات آخرت که شیخ الاسلام مختصر و با یک لفظهای زیبا نقل کردند. اگر در این مسئله اگر سوال داشته باشید مرحمت. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و تؤمن الفرقه الناجیه اهل السنه والجماعه بالقدر خیره و شره. فرقه ناجیه
فرقه که از آتش دوزخ نجات می‌یابد، فرقه که از گمراهی نجات یافته است، یعنی اهل سنت و الجماعت، به تقدیر نیکی و بدی ایمان می‌آورند. یعنی هستند فرقه هایی که به تقدیر نیکی و بدی ایمان ندارند، مانند معتزلی ها. و این چنین شفاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که در بالا گذشت انکار می‌کردند. می‌گفتند که الله تعالی شفاعت را در قرآن انکار کرده است. یعنی یگان آدم شفاعت کرده نمی شود. انکار شفاعت می‌کردند. می‌گفتند که کسی گناه کبیره کرده است در دوزخ ابدی می‌سوزد، به شفاعت شفاعت کننده ها گرفتار نمی شود. گفته شفاعت ها را مطلقا انکار می‌کردند. و این چنین اینها تقدیر نیکی و بدی را انکار میکنند. میگن که الله تعالی تقدیر را نمیداند، تقدیر در دست خودی بنده هست میگویند. والایمان بالقدر على درجتین كل درجه تتضمن شیئین. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که ایمان آوردن به تقدیر عبارت از دو درجه هست و هر دو درجه با دو چیزی رو در بر میگیرد. یعنی به 4 درجه تقسیم کردن، 4 مرتبه هست تقدیر. تقدیر چی است؟ امام احمد رحمت الله علیه میگن که القدر قدرت الله، تقدیر این قدرت الله است. اگر شما به حدیث ها نظر کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. گفتند کلمه تؤمنه را در ابتدا و در انتها ذکر کردن. ایمان این است که به الله تعالی ایمان آوری و به فرشته هایش و به کتاب هایش و به پیغمبر هایش گفتند و به روز قیامت گفتند و این که ایمان بیاری به تقدیر الله تعالی گفتند. یعنی و تؤمن را در آخر با تکرار کردن، برای اون که تقدیر هم قدرت الله است. خیلی که امام احمد رحمت الله علیه گفتند ما به قدرت الله تعالی ایمان میاریم. تقدیر نیکی و بدی از جانب الله هست. یعنی هر یک نعمتی که به ما میرسد ما از جانب الله تعالی میدونیم. و ما بكم من نعمت فمن الله. هر یک نعمت، هر یک نیکی و خوبی که به شما رسید وای از جانب الله تعالی هست. نگویید که به فضل علمم، به فضل مثلا میراث از پدر و مادرم، به سبب داناییم، به سبب هوشیاریم. نه، این از جانب از فضل الله تعالی هست. گفته از الله تعالی اعتقاد کنید. هر نیکی که آمد از الله تعالی است و هر یک بدی که آمد از جانب الله سبحانه و تعالی است. ما ایمان می‌بیاریم که همین بدی را الله سبحانه و تعالی برای ما فرستانید. اگرچه این بدی خوب است، چون که الله سبحانه و تعالی گاه بندگان مومنش را به بلا گرفتار میکند و این نعمت است فقط در لباس بلا، عاقبت خوب دارد. من یرید الله به خیرا یصب منه. به کسی که الله تعالی نیکی را خواهد او را به مصیبت گرفتار میکند. برای آنکه الله تعالی اگر مصیبت ندهد انسان از حدود انسانی بیرون میبراید. وقتی که میبیند که بی حاجت شده است، کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. انسان از حدود آدمی میبراید وقتی که بیند که بی حاجت شده است. انسان وقتی که پولدار شد غالبا یعنی جنس انسانیت از حدود آدمی میبراید. سخن کنیش، راه گردیش، گپ زنیش تغییر بیابد از آن روزی که کم بغل بود. این طبیعت انسانی هست. وقتی که مصیبت می آید بنده به سوی الله تعالی التجا می کند، تضرع می کند، بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی می کند با دل شکسته و می ترسد از گناه کردن و عملهای صالح را زیاد می کند، مثل دعا، مثل تهجد، مثل ذکر، مثل عبادت، مثل خیر و سخاوت، تا اینکه الله غضب نکند. یعنی اگرچه الله تعالی مصیبت میفرستاند این بر فایده بنده هست. بنابراین
بنده باید به الله تعالی گمان نیک کند. الخیر كله فی یدیک و الشر لیس الیک. خیر همش در دو دستی تو از پروردگارا. و الشر لیس الیک، بدی هیچگاه یعنی از تو نه، بدی محض از الله تعالی نه. بله بدی مصیبت را الله تعالی میفرستاند غالبا به سبب گناه ما یا به سبب بالا برداشتن مرتبه ما بر فایده ما هست. بنابراین ما باید به تقدیر نیکی و بدی ایمان بیاریم، دانیم که این از جانب الله تعالی هست. مادامی که الله تعالی همین بدی را برای ما خواسته است، در این بدی برای ما خیر است. وقتی که ام سلمه شوهرش ابو سلمه از دنیا گذشت، برای او حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شد که اگر به سر شما مصیبت آید، الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. اگر کسی گفته شود الا اخلفه الله خیرا منها، کسی اگر همین گپ گوید الله تعالی به مصیبتش اجر میدهد و عوضی بهتر میدهد. حدیث را خواند و گفت که و من خیر من ابی سلمه، و کی از ابو سلمه خیر است؟ گفت که الله تعالی برای من از ابو سلمه خیر را عوض دهد. اولین عائله که در راه الله هجرت کرده است. گفته بعضی فضیلت های ابو سلمه را ذکر کرد. ثم اینی قلتها، سپس من این دعا را گفتم، چون این دعای پیغمبر است صلی الله علیه و سلم که تعلیم دادم برای امت که مصیبت که آمد این دعا را گفته. ثم اینی قلتها، سپس من این دعا را گفتم، فاخلفنی برسول الله صلی الله علیه و سلم. دیری نگذشته الله تعالی به جای ابو سلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به من عوض داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را خواستگار شدند، بعد عده‌اش برآمدند، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، از جمله مادران مؤمنان شد. و ازواجه امهاتهم، و زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان شد. به این مرتبه رسید به سبب این دعا. بله در نظر اول وقتی که ابو سلمه از دنیا گذشت مصیبت بود. بعضی انسان ها فرزنداشون از دنیا میگذرد وزنین است، بسیار مصیبتی وزنین است، لیکن خیر است در وی. شاید همین کودک آینده کافر میشد، شاید این کودک آینده از جمله شخصیت های بد میشد که داغی پدر و مادر میشد و پدر و مادر از آن غم و غصه که امروز به مرگش چشیدند از این بدتر به بلا گرفتار میشدند. و امروز که به بلاغت نارسیده از دنیا گذشت و از اهل بهشت شد و این چنین برای پدر و مادر شفاعت میکند. این خیر است برایشان، لیکن در نظر اول مصیبت است. بنابراین وقتی که به سر انسان مصیبت تقدیری بدی می آید، باید بنده به تقدیر ایمان بیارد و راضی شود، نه در قلبش و نه در زبانش سخن جاری نشود که بر تقدیر الله تعالی ضدیت کند. وقتی که ابراهیم پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت، گفتند که ان العین لتدمع، چشم آب دیده می برآرد، و ان القلب لیحزن، قلب غمگین میشد، و انا لفراقک یا ابراهیم لمحزونون. ای ابراهیم ما از تو امروز جدا شدیم، ما به این فراق، به این جدایی از تو غمگین هستیم. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ما نمیگوییم مگر آن سخنی که پروردگار ما را راضی میکند. ما همین قدر سخن میکنیم که الله تعالی را راضی میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در قبرستان یک زنی را دیدن که داد و فیغان داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم صبر کن گفتن، نصیحت کردن که الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، گفت دور شو از من، تو مصیبتی مرا نچشیدی. یعنی تو از کجا دانی دردی مرا؟ گفته نصیحتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را رد کرد. بعد برای او گفته شد که آی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و ای شخص نمیشناخت. بعد وقتی که اومده عذر پرسید و یعنی اظهار صبر و بندگی
بیان کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم که انما الصبر عند الصدمه الاولى، گفتم صبر در صدمه اول است. وقتی که خبری بد رو میشنوید، خبری بد رو میبینید، انا همون لحظه صبر کردن صبر است. اما بعدی گذشتن 5 روز یا 10 روز یا 1 هفته صبر کردن، اون صبری دیگر اجر و ثواب نداره. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله تعالی اجری صبر کننده ها رو به حساب میده. بنابراین وقتی که به سرتان مصیبت می آید، باید انا لله و انا الیه راجعون، الحمد لله انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها گوید. حتی اگر به مصیبت های پیشینه، مصیبتی پیشینه که به خاطرتان آید، روزهای سختی که به سرتان آمده بود به خاطرتان بیاید و گوید که انا لله و انا الیه راجعون، گوید الله تعالی عوضی نیک میدهد. بنابراین دعای عظیم است. یک شب پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا را گفتند وقتی که چراغ خاموش شد. حضرت عایشه در حیرت افتادند، گفتند یا رسول الله مگر این دعای مصیبت مرگ نیست؟ یعنی مصیبت، گفتم موت میفهمیدم. بعد گفتن نه، هر چیزی که طبع مسلمان را ناخوش میگرداند و مصیبت است. یعنی در هر یک میده ترین مصیبت این دعا مشروع است. آدم ها ماشین ها را زدند، دعا را در جاش گفتند، الله تعالی به یک ماشینی میده که چی یک ماشین های بلند قیمتی خوشرو نصیبشان کرد. همین گونه در تمام مصیبت ها. بنابراین مصیبت، تقدیر نیکی و بدی همش از جانب الله تعالی است. مومن وظیفه دار است که ایمان بیاره و کسی که به تقدیر ایمان بیاره و کافر است. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه گفتند با آن عراقی هایی که آمدند گفتند که در نزد ما در عراق یک شخصیت های پیدا شده است که میگن که ان الامر اونفون، کار نو پیدا شده. یعنی الله تعالی تقدیر نمیداند، بنده چی کار میکند نمیداند، وقتی که بنده اجرا میکند بعد میداند. بعد عبدالله ابن عمر گفتند که فاذا لقیت هؤلاء اخبرهم، اگر آنها واخوری خبر ده که عبدالله والذی یحلف به عبدالله ابن عمر، قسم به آن ذاتی که عبدالله ابن عمر به آن ذات سوگند یاد میکند، اگر یکی آنها مثل کوه احد اگر صدقه کنند، ما قبل الله منهم حتی یؤمن بالقدر، از آنها الله تعالی قبول نمیکند تا به تقدیر ایمان نآورند. چی معنی دارد؟ یعنی کافر هستند. ایمان آوردن به تقدیر رکنی از رکنهای ایمان است. کسی انکار کند کافر میشه. و برای آنها خبر ده من از آنها بیزار هستم، آنها از من بیزار هستند. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه درجه اولی تقدیر را بیان کرده، گفتند که فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الله تعالی از ازل با علم قدیمش دانست که خلق چی کار میکنن، وقتی که به دنیا می آیند چی کارهای میکنن، همش را دانست که الله تعالی با این علم موصوف است ازلا و ابدا، یعنی از ابتدا تا انتهایی که انتها ندارد در حق الله تعالی. همیشه الله تعالی علم ازلی ابدی که دارد با آن دانست که این بنده ها چی کار میکنن در دنیا دانست. انا همین درجه اولا هست از تقدیر. یعنی شما باید ایمان بیارید که الله تعالی پیش از آن که خلق را آفرید میدانست که اگر همین ها را آفرد چی کار میکنن اینها. هر یک بنده را الله تعالی میدانست که فلانی چی کار میکند، اگر او را نصیحت کنند چی جواب میدهد، برای او تمام دلیل های حجت ها را آورده او را به دین اسلام دعوت کنند چی جواب میدهد، همش را الله تعالی پیشکی میدانست. این را نه خوب بدانید. این اولین درجه تقدیر است که دانید که الله تعالی با علم ازلی و ابدیش میدانست که خلق در دنیا چی کارهای میکنند.
و علم جمیع احوالهم، تمام حالات های انسانیت و مخلوقات، جن ها، فرشته ها، تمام احوال عالم رو میدانست. من الطاعات و المعاصی، که ها طاعت میکنه، که ها گناه میکند، و الارزاق و الاجل، که ها چی رزق میخورد، کدام روز کدام رزق رو میخورید، کدام روز کدام رزق رو نمیخورید، اجل های مردم، همش رو الله تعالی از علم ازلیش با خبر بود. ثم كتب الله فی اللوح المحفوظ مقادیر الخلائق. این مرتبه دوم است. مرتبه اول این است که شما دانید که این بسیار تقسیمات زیبای شیخ الاسلام است. حتی در مناظره حالی میبیاد آن عالم های مفتی ها این تقسیمات شیخ الاسلام و این جمله بندی شیخ الاسلام دیده ثنا میگن به شیخ الاسلام، میگن بسیار خوب بیان کردی تقدیره. اولین مرتبهش این که دانید که الله تعالی همه چیز را میدانست. دوم مرتبهش این است که ثم كتب الله فی اللوح المحفوظ مقادیر الخلائق، سپس الله تعالی آن چیزی که میدانست همه آن را نوشت. یعنی با امر الله تعالی قلم همه آن را به لوح المحفوظ نوشت. هر چیزی که میشود، که ها به جنت میره، که ها به دوزخ میره، از ابتدای دنیا تا آخر دنیا، هر چیزی که میشود الله تعالی به قلم گفت، قلم همه آن را نوشت. این دومین درجه است. فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب، اولین لحظه ای که الله تعالی قلم را آفرید گفت که بنویس. قال ما اكتب، قلم گفت که چی را نویسم. قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، الله تعالی گفت که نویس آن چیزی که تا قیامت می شود. این مرتبه دوم است. الله تعالی میدانست، سپس فرمان داد که نوشته شود همش. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئ، هر چیزی که به انسان رسید، خواه از نیکی خواه از بدی به انسان آمده رسید، لم يكن ليخطئ، خطا کرده گذشتنی نبود. و ما اخطأه لم يكن ليصيب، هر نعمتی که به شما نرسید و به دیگر کس رسید، نصیب شما نشد و نصیب دیگر کس شد. هر بلایی که نصیب شما نشد و نصیب دیگر کس شد، لم يكن ليصيب، به شما رسانده نبود. جفت الاقلام، قلم ها خشک شد. یعنی اون رنگی که قلم نوشت در تقدیر خشک شد و پاک کرده نمیشه. و طویت الصحف، صحیفه ها پوشیده شد. كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا نمیدانی که الله تعالی میداند آن چیزی که در آسمان و زمین میشود؟ این همه این در کتاب نوشته شده است، یعنی در لوح المحفوظ. ان ذلك على الله يسير، البته این کارها به الله تعالی آسان است. و قال ما اصاب من مصیبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. هر مصیبتی که در زمین و در نفستان پیدا می شود، این را خوب بدانید که همه این در کتاب نوشته شده است. پیش از آن که ما او را آفریم، پیش از آن که این مصیبت به سر شما آید، این در تقدیر در ازل نوشته شده بود در لوح المحفوظ. این به الله تعالی آسان است. و هذا التقدیر تابع لعلم سبحانه، این تقدیر تابع علم الله تعالی است. یکون فی مواضع جملة و تفصیلا، فقد كتب فی اللوح المحفوظ ما شاء، یعنی آن چیزی که در لوح المحفوظ نوشته شد این تابع علم الله تعالی هست. الله تعالی همه چیز را دانست و آن چیزی که دانست آن را نوشت، که در حقیقت در لوح المحفوظ هر چیزی که خواست الله سبحانه و تعالی نوشت. و اذا خلق جسد الجنین، و وقتی که جسد جنین را می آفرد، کودک در شکم مادرش 120 روزه می شود، قبل نفخ الروح فیه، پیش از آن که به وی جان انداخته شود، فرشته آمده دم اندازد، جان روح درآید، بعث الیه ملکا، به نزد او یک فرشته را میفرستاند، فیؤمر باربع کلمات، آن فرشته به 4 کلمه ها امر میشد. بکتب رزقه، هیچ خیلی که در حدیث آمده است، رزقش می نویسد، هر چیزی که میخورد مینوشد نوشته میشود. و اجله، اجلش کی وفات میکند، و عمله، تمام اعمالهایش نوشته میشد. و شقی او سعید، همه آدم خوشبخت است یا بدبخت است نوشته میشود. و نحو ذلک، و مانند اینها در بعضی حدیث آمده است که در پیشانش نوشته میشه، در حالان که در شکم مادرش بود. این از کجا آمد؟ این از لوح المحفوظ فرشته آورده در پیشانیش نویست. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما و منکره اليوم قلیل. این نوعی، این مقدار تقدیر را غلات قدریه ها انکار میکردن در زمانهای قدیم و امروز منکرانش کم است. در زمان شیخ الاسلام امروزها منکرینش کم است.
یعنی پیشتر منکرهاش زیاد بود گفتن. و اما درجه الثانیه، اما درجه دومی تقدیر این است که فهی مشیئت الله نافذه، خواست الله تعالی اجرا می شود. یعنی الله تعالی اول دانست، سپس در لوح المحفوظ نوشت، سپس اکنون وقتی که الله تعالی خواست همین کار اجرا می شد. مثلا الله تعالی در علمش می دانست که در آخر زمان محمد ابن عبدالله گفته که آدم پیغمبر می شد. این می دانست الله تعالی. بعد همین در لوح المحفوظ نوشت. بعد وقتش که آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیغمبر گردانید، خواست که پیغمبر شد، پیغمبر شد. این سیومینش. اینجا درجه دوم گفتن، لیکن سیومین مرتبه است، برای اینکه درجه دومش عبارت از دو شاخه هست. درجه یکم از دو شاخه بود، این درجه دوم است، یعنی 3 و 4 رو در بر میگیرد. یکمینش یعنی که سیومین حساب میشد، خواست الله تعالی و قدرته شامله، قدرتی که الله تعالی همه چیز رو در بر میگیرد قدرتش. و هو الایمان بان ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. این است که ایمان بیاریم که هر چیزی که الله خواست میشد، هر چیزی که نخواست نمیشد. و انه ما فی السماوات ولا فی الارض من حرکه ولا سکون الا بمشیئه الله سبحانه و تعالی. هر یک حرکت و هر یک آرامی و سکونتی که در آسمان ها و در زمین ها میشد، همش با خواهش الله تعالی. بدون خواهش الله تعالی یگان حادثه روی نمیدهد در این دنیا. لا یکون فی ملکه الا ما یرید. در ملکش چیزی نمیشد غیر اونی که الله تعالی اراده کرده است. غیر چیزی که الله تعالی خواسته است دیگه هیچ نمیشد. و انه سبحانه و تعالی علی کل شیء قدیر. الله تعالی به همه کار قادر است. من الموجودات و المعدومات، به هر کاری که از موجودات، اونایی که موجود است، اون چیزی که معدوم است نیست، و همه کار الله تعالی قادر است. اینو باید بدانید که الله تعالی هر چیزی که خواست اجرا میکند و هر چیزی که نخواست اجرا نمیکند. فما من مخلوق في الارض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غیره ولا رب سواه. هر یک مخلوقی که در زمین است و در آسمان است مگر خالقی و الله سبحانه و تعالی است، نه غیر الله تعالی. لا خالق غیره، او دیگه خالق ندارد و دیگر پروردگار ندارد. و مع ذلك فقد امر العباد بطاعته و طاعت رسوله و نهاهم عن معصیته. با وجود این که الله تعالی از ازل میدونست که همین انسان ها کافر هستند، گناهگار هستند، الله تعالی رو اطاعت نمیکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو اطاعت نمیکنند، اینها اهل دوزخ هستند مثلا. با وجود این که از ازل میدونست، با وجود این که همین چیز رو در تقدیر نوشت، باز آنها رو به کارهای خیر امر کرد، به طاعت الله و به طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد، آنها رو از گناه نهی کرد، نکنید گفت. و هو سبحانه یحب المتقین والمحسنین والمقسطین. الله تعالی شخصانی با تقوا، نیکوکارها، آدمهای عادل را دوست می‌دارد. و یرضی عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الله تعالی از آنهایی که ایمان آوردند و عملهای صالح میکنند راضی میشد. ولا یحب الکافرین. کافرها را دوست نمی‌دارد. ولا یرضی عن القوم الفاسقین. از قوم فاسقها راضی نمیشد. ولا امر بالفحشاء. به فاحشگی امر نمیکنه. ولا یرضی لعباده الکفر. به بندگانش کفر را راضی نمیشود. ولا یحب الفساد. فساد را به بندگانش دوست نمی‌دارد. یعنی شیخ الاسلام رحمت الله علیه این چیزها را گفته ایستادند به رد به جبریه ها و قدریه ها. قدریه ها میگویند که الله تعالی به تقدیر علاقمندی ندارد، اختیار در دست ما هست، عملی ما رو ما خودمون پیدا میکنیم. اختیار هم در دست ما هست، عمل هم در دست ما هست، هر چیزی که خواستیم اجرا میکنیم. جبریه ها میگن که نه، ما مجبور هستیم، هر چیزی که الله خواست ما همون رو اجرا میکنیم، ما خودمون اختیار نداریم که یگان کار کنیم، ما مجبور هستیم. میگن خیلی که یک انسان دست و پاهاش میبندید و به دریا میپرتاید و بعد میگوید که تر نشو، اون دیگه قدرتی تر نشدن ندارد، پرتافته شده است به آب، دست و پاهاش بستگی است. یعنی جبریه ها میگن که ما همین خیلی هستیم، این ظلم است، این گپی ناحق است در حق الله تعالی. الله تعالی برای بندگانش اختیار داده است، عقل داده است، برای آنها پیغمبرها فرستانید، وارثان پیغمبر فرستانید، آنها را دعوت میکنن، نصیحت میکنن، برای آنها عقل داد، فهم داد، مصیبت ها داد، نیکی ها داد، تا اینکه عقل خود را استفاده برند و برای راست درآیند. الله تعالی هیچ کسایی را ظلم میکند.
بعد در دوام شیخ الاسلام میگه والعباد فاعلون حقیقتا، کارها را حقیقتا بنده ها اجرا میکنند. نماز میخوند حقیقتا بنده میکند، گناه میکند حقیقتا بنده میکند. والله خالق افعالهم، الله تعالی کارهای آنها را خالق است، آفریدگار است. والعبد هو المؤمن والکافر، یعنی بنده مؤمن میشد کافر میشد. والبر والفاجر، نیکوکار میشد بدکار میشد. والمصلی والصائم، نمازخوان و روزدار میشد. وللعباد قدرت علی اعمالهم، بنده ها قدرت عمل کردن را دارند. قدرت دارد که علم تجوید خوانید، قرائت خود را درست کنید، قدرت دارد که علم گیرید، خواهش دارد. اگر کمک اراده مستحکم داشته باشید به این خواهشتان عمل میکنید، نخواهید اجرا نمیکنید و تنبلی میکنید. ولهم ارادتون، خلق اراده و خواهش دارند. والله خالقهم و خالق قدرتهم و ارادتهم، الله تعالی آنها را آفرید، خلق را، و قدرت و خواهش های آنها را هم الله تعالی آفریده است. کما قال تعالی لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما نمیخواهید، لمن شاء منکم ان یستقیم، کدامی از شما خواهد در راه صراط المستقیم شود، طبق راه راست راه گردد خواهید. اگر و ما تشاءون، شما نمیخواهید مگر آن چیزی که الله تعالی که پروردگار عالمین است خواست، همان را میخواهید. یعنی وقتی که شما یک چیز خواستید، همین الله سبحانه و تعالی خواست که شما خواستید. و هذه الدرجه من القدر یکذب بها عامه القدریه، این درجه تقدیر را، یعنی درجه دومی تقدیر را، اکثر قدریه ها انکار میکنه. الذين سماهم السلف مجوس هذه الامه، آنهایی که سلف صالح آنها را مجوس این امت گفتند. در حدیث ها آمده است که القدریه مجوس هذه الامه، قدریه ها مجوس این امت است. مجوس ها به الله تعالی به این عالم دو خالق اثبات میکنن، خالق نیک و خالق بد. زردشتی ها یعنی خالق خوب، خالق بد. روشنی و کارهای نیک را خالق خوب می آفرد که آن یزدان میگویند، و کارهای گناه و کارهای بد و مصیبت و مشکلی ها را خالق بد آفرید. گفته به دو خدا قائل هستند. و مجوسی قدریه ها میگن که ما کارهای خود را خودمون می آفریم، الله تعالی ما را آفرید. یعنی دو خالق اثبات کردن. بنابراین شیخ الاسلام بینید اگر گفتن یه لفظ، یک کلمه که به قرآن و سنت و به سلف صالح در همین عقیده واسطی اگر یه حرف خطاگی آوید، من به شما 3 سال مهلت میتیم، من از اون سخنم میگردم. گفتم ببینید ما در صحبتی گذشته این حدیث به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دادیم، برای اینکه در سنن ابو داود همین گونه آمد از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم. لیکن شیخ الاسلام چی گفتند؟ قدریه که سلف این امت او را مجوس این امت گفتند. نگفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای آنکه بعضی علما میگن که حدیث موقوف به صحابه ها هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن، برای آنکه قدریه ها نبود. این گپ صحابه ها گفتند، تابعین گفتند. شیخ الاسلام دقت عبارهشون ببینید، در عباره هاشون به نهایت یعنی ماهرانه عباره نویسی کردن که اهل بدعت تا امروز نتوانسته یک حرف در عقیده واسطیه خلاف قرآن و سنت و خلاف 3 عصر مفضله باشد یافته باشند. و یغلو فیها قوم من اهل الاثبات، بعض اهل اثبات، آنهایی که تقدیر را به نهایت از حد و حدود زیاد اثبات میکنن، یعنی جبریه ها، غلو میکنن، همش در دست الله تعالی است، بی خواهش الله تعالی چیزی اجرا نمیشد. ما خواهش نداریم، ما قدرت نداریم. وقتی که ما دزدی کردیم یا یگان گناه را کردیم، ما مجبور بودیم، ما باید آن را اجرا کنیم بود. گفته تقدیر را غلو کرده اثبات میکنن. و یخرجون عن افعال الله و احکامه حکمها و مصالحها، از کارهای الله تعالی و از حکمهای الله تعالی حکمتهای آن و فایده های آن را بیرون میبرند. یعنی الله تعالی وقتی که به سر انسان یک مصیبت، یک بلا میدهد، میگن که در وی مصلحت نیست، در وی خیر نیست، در وی یگان حکمتی الله تعالی نیست، گفته انکار میکنن. و این 4 مرتبه های تقدیر بود که شیخ الاسلام
رحمت الله علیه در اینجا ذکر کردند و این ششمین رکن ایمان است که ایمان آوردن به تقدیر است. انشاءالله در دیگر کتاب‌های عقیده مانند عقیده طحاویه انشاءالله درباره تقدیر با بحث‌های وسیع می‌آید. بنابراین یکی از علماهای گذشتگان می‌گفتند که نظرت فی القدر فتحیرت ثم نظرت فتحیرت فوجدت اعلم الناس بالقدر اکفهم عنه ووجدت اجهل الناس بالقدر انطقهم به. من به تقدیر نظر کردم و در حیرت افتادم. ثم نظرت فتحیرت، سپس باز نظر کردم و باز در حیرت افتادم. سپس به همین خلاصه آمدم که عالم ترین مردم درباره تقدیر اکفهم عنه، آنهایی که کم گپ بزنن درباره تقدیر. کم گپ میزنن به معنی که خوض نمیکنن، بی علم درباره تقدیر گپ نمیزنن. و دیدم که نادانترین مردم درباره تقدیر آنهایی که بسیار درباره تقدیر گپای از هوا گپ میزنن آنها هست. و بعضی انسان ها ببینید قدریه ها غلو کرده همش رو در دستی بنده گفتن، بنده کاری خودش رو می آفرد. جبریه ها گفتن که نه، ما در دستی ما چیزی نیست، همش از جانب الله تعالی است، ما اختیار نداریم، ما مجبور هستیم برای گناه کردن و برای کافر بودن و برای به دوزخ رفتن ما مجبور هستیم. این گپ ظلم است. الله تعالی به کسی ظلم نمی کند که الله تعالی از خودش گیرد و یعنی همین آدم دوزخی اینش جنتی گفته بیکار یک کس دوزخی کند و بدبخت کند. نه، الله تعالی دانست که همین آدم نه نصیحت گوش میکند، نه عقلش را کاربست میکند، ظالم است، فاسق است، فاجر است، کافر است، بی عقل است. یعنی گفتی الله تعالی پیامبر و نصیحت را گوش نمیکند، بر هر چیزی که خواست، هر چیزی که همین بنده اجرا میکند همین را نویست، لیکن به بنده اختیار داد، قدرت داد، خواهش داد. اما جبریه ها میگن که ما مجبور هستیم. و یک قوم دیگر پیدا شدن، اینها ابلیسیه میگن بعضی علما از جمله شیخ الاسلام. اینها به الله تعالی تعارض را نسبت میدادن، میگفتن چه خیلی الله تعالی بنده ها را به کارهای خیر امر کرده است، از کارهای گناه باز ایستاد گفته است و خودش از ازل آنها را دوزخی و جنتی گفته نوشته مانده است. این میگفتن مانند آنه که انسان ها را چه خیلی که مثالش گفتیم دست و پاهاش بسته به بحر پرتافته است و گفته است که تر نشوید. گفته از الله تعالی عیب میجوییدن، که این کار الله تعالی خطا است میگفتن نعوذ بالله. بنابراین اهل سنت و الجماعت تقدیر و نیکی بدی را ایمان میارند و میگویند که الله تعالی جزئی اختیار و خواهش را به بنده داده است. بنده خواهد بنده صالح میشود، خواهد بنده نیک میشود. الله تعالی برای او این قدرت ها را داده است که راه خود را خود انتخاب کند. در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.